برادران و خواهران مسلمان و اعضای فامیل و مخلصین متبعین جناب شیخ عبیدالله متوکل رحمه الله و قاری صاحب عبیدالله رحمه الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال جل شانه با شما صبر بده. انا لله و انا الیه راجعون. عظم الله اجرک و احسن عزاک غفر لمیتک. حکم الله متعال بر ما و شما صبر است. هیچ کار خالی از قضا و قدر الهی نیست و این یک افتخار است که جناب شیخ به شهادت رسید و انشاءالله روز قیامت شفیع شما خواهد شد باذن الله. مردمی که از مافیها بودن، قاتل بودن، با فساد اخلاقی محتاط بودن، صدها جنایت نابخشیدنی را در تاریخ اسلام و انسانیت در افغانستان انجام دادند که همانا نمونهش زندانها پر بود. هیچ کس به دموکرات ها و مرتدینی که حتی به ناموس مسلمان ها رحم نکردن، مسلمان ها رو در زندان ها شکنجه کردن، مال مردم خوردن، بچه مردم اختطاف کردن و به ناموس مردم بی‌عزتی کردن، آبروی مردم بردن و قتلای ناحق کردن، هیچ کس به اینا مزاحمت نکرد و هیچ کس پیدا نشد که با اینا بجنگه و با اینا مقاتله کنه. اما وقتی که میان عالم دین از خانهش میکشن و میبرن، جناب شیخ عبیدالله متوکل رحمه الله و قاری صاحب عبیدالله را میبرن و او را بسیار بی‌رحمانه، بسیار حیوان صفتانه و بسیار با بغض و تعصب سر او را از تن او جدا میکنن و بر بدن مبارکش تیزاب میریزن و بالای جسد او را سگها را اعلام میکنن، نعوذ بالله میاندازن که گوشتا و جسد او را میخورد و سرانجام این نشانه تعصب و کفر و شرک و ارتداد خود اینا اعلان میکنن برای مردم که همان ما قدر مشکل داریم با قرآن و سنت و با توحید الله جل شانه که حتی از زنا و لواط و شراب و قمار و اختطاف هم به نزد ما بدتر و به اصطلاح تنگتر و سختتر بر ما عاملین و عاملین و دعوتگرای توحید و قرآن و سنت و منهج صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین بر ما معلوم میشه و بی‌رحمانه جناب شیخ رحمه الله را به شهادت میرسانه. اما این مردم مشرک و مذبذب و مزدورای نظام پاسداران ایران و روافضای مشرک لعنتی ایران و این غلامای آیسای پاکستان لعنتی که با صدها قبر پرستی و پیر پرستی و کفر و شرک و ارتداد خود داخل هستند و هیچ شک نیست و این اهل بدعت و متعصبین و بنده های پیر باره و امتی های پیر باره و کافرها و مشرک های پیر سیف الرحمن لعنتی کافر بیدینی که تمام علمای افغانستان و پاکستان هم فتوای کفرش صادر کردن، اینا خوب یقین داشته باشن که ان شاء الله باذن الله الله جل شانه انتقام جناب شیخ را توسط تک تک هر جوان مسلمان و هر جوان افغان و هر موحد و یکتاپرست در بدیل یک خون شهادت شیخ متوکل رحمه الله و قاری صاحب عبیدالله صد نفر از مشرکین و مرتدین و قبر پرستا و پیر پرستا و غلامای نظام پاسداران ایران و آیسای پاکستان و شما قبر پرستای پیر باره ان شاء الله خواهد گرفته شد و در بدیل شهادت هر کدام از اینا ان شاء الله شما صد نفر به جهنم الله فرستاده خواهد شدیم باذن الله ان شاء الله. پیام دوم متوجه همه علما و دعوتگرای دین میشه که نام خود را مسلمان دارن و خود را امت رسول صلی الله علیه و سلم دارن و این آیات میدانن که ان الذين فرقوا دینه و كانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امروا الی الله ثم ينبئهم بما كانوا یفعلون. آنها که در دین تفرقه میکنن و گروه میشن، اونها ای پیامبر تو جمله اونها نیستی، اونها جمله امت تو نیستن. پس اگر امروز عادی‌ترین کوچکترین گپی در افغانستان صورت میگرفت، زیادی از علما و ملاها حرکت میکردن و از گپ دفاع میکردن و گپ سر از موضوع گپ میزدن. وقتی که یک عالم بزرگ به شهادت میرسه، بسیاری از دین فروشا و معترضده ها و ساختمان زده ها و حزب زده ها و مذهب زده ها بودن که خود به این باره خاموش گرفتن. به ذات و صفات الله قسم هست که اگر 5% توحید الله به جان شما باشه که ولو به 99% توحید مسلمان نمیشه، یک کس تا 100% توحید نداشته باشه. اگر 5% توحید الله به جان شما باشه، شما توسط همین مزدورای آیسای و نظام پاسداران ایران شما هم قربانی خواهد شدیم و او روز کسی نخواهد بود که نامی از شما هم ببینه و گوشتای شما در منبرها تیت خواهد شد، چنانچه که تاریخ گپ ثابت کرده. پس ما اهل حق باید باشیم. به واسطه یک موتر و یک کروزین و یک چوکی و موقف و یا واسطه چند روز بندی شدن نباید حق بپوشیم،
نباید ما بیایم تبعیض پرستی و گروه پرستی و تنظیم پرستی کنیم و میدانیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین مسلمان به نزد الله کسی است که تقوا داشته باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که کسی به گروه، حزب و مذهب افتخار خود میبینه، به ذات و صفات الله قسم است که یک ذره گویی بهش به مشامش نمیرسه و او از امت رسول صلی الله علیه و سلم نیست. پس چرا امروز عده زیادی از کسایی که از این نظام مزدور و نظام ظلم و استبداد به اصطلاح متاثر شده بودن هیچ یادی نکردن، مثل که هیچ اتفاقی به خانهشان نیفتاده؟ اگه کوچکترین کاری هم در افغانستان رخ میداد میدیدین که ده ها پیام فیسبوکی و اینترنتی و در منابر و مجالس صحبت و سخنرانی خود به اصطلاح به نمایش میگذاشتن. اما از ترس و خوف غیر الله و از بی‌یقینی به الله و از پوشیدن حق همه مور سکوت بر دهن خود زدن. مهم نیست، الله جل شانه بصیر است، همه ما رو میبینه و سمیع هست، صدای ما رو میشنوه و عالم و داناست در ظاهر و باطن ما و روز قیامت از ما و شما ان شاء الله